پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همچون سند مهم سیاسی و برنامه‌ای سمت‌های اساسی رشد استوار دولت و جامعه را معین نمود. در این حجت مهم مسئله‌های کلیدی حیات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی کشور مورد تحلیل همه‌جانبه قرار گرفته برای فعالیت تمام مقامات دولتی از جمله مقامات پروکراتورا وظیفه‌ها و عهده‌داری‌های مشخص معین کرده شدند. در همین زمینه پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در فعالیت پروکراتورای ناحیه شهری توس همچون راهنمای اساسی پذیرفته شده محتوای آن مورد آموزش و تحلیل عمیق قرار گرفته است. مسئولین مقامات پروکراتورا تاکید می‌نمایند که پیام نه تنها حجت سیاسی بلکه برنامه عمل برای فعالیت هر روزه آنها به حساب می‌رود. در پیام سرور دولت مسئله‌های مهم تامین ولایت قانون، تحکیم ترتیبات حقوقی، مبارزه با коррупсия، پیشگیری جنایتکاری و حفظ حقوق و منفعت‌های شهروندان به طور واضح و مفصل مطرح گردیدند. این نکته‌ها برای مقامات پروکراتورا همچون سمت‌های افضلیتناک فعالیت معین شده، اجرای آنها طلبات زمان ارزیابی می‌گردد. پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همچون سندی مهم سیاسی و برنامه‌ای سمت‌های اساسی رشد استوار دولت و جامعه را معین نموده برای فعالیت تمام مقامات دولتی از جمله مقامات پروکراتورا وظیفه‌های مشخص را معین می‌کند. مقامات پروکراتورای ناحیه شهر توس پیام پیشوای ملت را همچون راهنما در فعالیت هر روزه خود قبول نموده جهت تطبیق عملی دستور سپارش‌های در آن ذکر شده چاره‌های مشخص می‌اندیشد. با در نظر داشت خصوصیت‌های اجتماعی و اقتصادی ناحیه شهر توس که منطقه اگراری محسوب می‌یابد، توجه مخصوص به مسئله‌های استفاده ثمرناک زمین، تأمین امنیت عضوقواری، رعایت قانونگذاری در ساحه کشاورزی، رشد صاحبکاری خرد و میانه و حفظ حقوق دهقانان روانه کرده شده است. در این سمت مقامات پروکراتورا نظارت اجرای طلبات قانونگذاری را تقویت بخشیده جهت پیشگیری قانونشکنی‌ها چاره‌های دخلدار می‌اندیشد. با نظرداشت خصوصیت‌های اجتماعی و اقتصادی ناحیه از جمله اگراری بودن آن با مسئله‌های استفاده ثمرناک زمین، تأمین امنیت عضوقواری، رعایت قانونگذاری در ساحه کشاورزی، رشد صاحبکاری خرد و میانه و حفظ حقوق دهقانان دقت اولین درجه داده می‌شود. همزمان در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مسئله‌های حفظ اجتماعی اهالی، تأمین شغل اهالی، баланд бардоштани сатҳи некӯаҳолии мардум, инчунин пешгирии ҷинояткорӣ бахусус дар байни ноболиғон ва ҷавонон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардидааст. мақомоти прокуратураи ноҳия дар ҳамкорӣ ба мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ва дигар сохторҳои дахлдор ҷиҳати иҷрои ин вазифаҳо тадбирҳои мушаххаси ҳуқуқӣ ва ташкили фаҳмондагӣ меандешад. همزمان در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مسئله‌های حفظ اجتماعی اهالی، تامین شغل شهروندان، بالا برداشتن سطح زندگی مردم و بهداشت نیکواهالی ساکنان توجه خاص ظاهر گردیده است. مقامات پروکراتورای ناحیه شهر توس در دایره صلاحیت خود جهت تطبیق این دستور و سپارش‌ها در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی و دیگر ساختارهای داخلدار تدبیرهای ضروری حقوقی می‌اندیشد. با مقصد شهر و توزیع محتوای پیام پیشوای ملت و баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи аҳолӣ аз ҷониби прокуратураи ноҳия вохӯрӣ суҳбатҳои судманд бо сокинон, фаъолони ҷамоатҳо, кормандони ташкилоту идораҳо, соҳибкорон баргузор карда мешаванд. дар ҷараёни ин вохӯриҳо масъалаҳои риояи талаботи қонун, пешгирии ҳуқуқи вайронкуниҳо, масъулияти шаҳрвандон дар назди ҷомеа ва давлат, инчунин нақши ҳар як фарди ҷомеа ва татбиқи сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ мегарданд. یکی از سمت‌های مهمی در پیام پیشوای ملت ذکر شده پیشگیری جنایتکاری بخصوص در بین نابالغان و جوانان میباشد. در این زمینه مقامات پروکراتورای ناحیه فعالیت خود را جهت پیشگیری حقوق ویرانکنی‌ها تقویت بخشیده مسئله تربیت حقوقی جوانان و بالا برداشتن مسئولیت شهروندی آنها مهم ارزیابی می‌شود. کارمندان مقامات پروکراتورای ناحیه شهر توس اظهار می‌نمایند که تطبیق پرره و سریع دستور سپارش‌های پیشوای ملت بر رشد منبعدی ناحیه تحکیم ترتیبات حقوقی، بالوروی سطح زندگی اهالی و تحکیم اعتماد شهروندان به مقامات دولتی مساعدت خواهد کرد.